نیکولا تسلا، مردی که ذهنش مرزهای زمان را شکست. او در سال 1856 در دهکده‌ای کوچک در امپراتوری اتریش متولد شد، اما ایده‌ها و اختراعاتش جهان را متحول کرد. از کودکی ذهنی کنجکاو و پر از رمز و راز داشت، ذهنی که همیشه به دنبال کشف ناشناخته‌ها بود. تسلا اولین بار با سیستم جریان متناوب برق دنیا را شگفت زده کرد. در آن زمان توماس ادیسون طرفدار جریان مستقیم بود و رقابت میان آنها به جنگ جریانها معروف شد، اما تسلا نشان داد که جریان متناوب میتواند برق را در مسافتهای طولانی بدون اتلاف زیاد منتقل کند. پایه و اساس شبکه‌های برق امروز، اما این فقط شروع داستان بود. یکی از مرموزترین بخش‌های زندگی تسلا علاقه او به انتقال انرژی بیسیم بود. او برج عظیم واردن کلیف را ساخت، مکانی برای آزمایش انرژی‌های نامرئی و پر رمز و راز. تسلا باور داشت روزی همه انسان‌ها قادر خواهند بود برق را بدون سیم دریافت کنند، ایده‌ای که حتی امروز دانشمندان در حال کشف آن هستند.